یادگاری‌های میراث فرهنگی خوتل قدیم به فهرست میراث جهانی یونسکو وارد کرده شدند. قرار داخلدار ضمن اجلاس 47 کمیته میراث جهانی در شهر پاریژ قبول گردید. یادگاری‌های میراث فرهنگی خوتل قدیم پنجمین موضع تاجیکستان همچون میراث جهانی معرفی شده است. نمونه مذکور 11 یادگاری‌های باستانشناسی و معماری واقع در ناحیه‌های واسع دنقره، جلال‌الدین بلخی فرخور و قوالنگ ولایت ختلان را در بر می‌گیرد. دایره بودایی اجیناتپه، قلعه هولبوک، شهرستان هولبوک، شهرک منظرتپه، قلعه زل زرد، مقبره مولانا تاج‌الدین، شهرک حلیورد، کافر قلعه، شهرستان زل زرد، کاروانسرای طاهر، شهرتپه و دایره بودایی خشتپه. یکی از موضع‌های اساسی نمونه مذکور مجمع باستانشناسی قلعه هولبوک، پسمانده‌های قصر پایتخت خوتل قدیم که میراث آن به شرافت مجموعه چهره‌های اندیشیده حکومت جمهوری تاجیکستان احیا گردید نقشی مخصوص دارد. طبق گزارش یونسکو این یادگاری‌ها فرهنگ گوناگون جبهه خوتل قدیم یک دولت مستقل عصری میانگی را نشان می‌دهند که از عصرهای 7 تا 16 میلادی در قلمرو ولایت ختلان شکوفایی داشتند. این دولت همچون مرکز فعال استحصالی راه بزرگ ابریشم به مبادله ارزش‌های فرهنگی منطقوی نیز تأثیر کلان رسانیده است. این انگشتری طلایی یکی از آن بازیافت‌هایی هستند که باستانشناسان در دایره کارهای تحقیقاتی ماه ایون و ایول سال 2025 از قسمت موضع شهرستان هولبوک واقع در دهه مهرآباد دهات گلستان ناحیه واسع از این منطقه پیدا کردند. در نتیجه کوشش‌ها در همین یک حدود خرد این موضع باستانشناسان کتیبه‌ها و همین قدر نگاره‌های پیدا کردند که میگویند ارزش هر کدام از آنها برای تاریخ از طلا هم قیمت میباشد. زیاده از یک ماه می شود که کوشش‌های باستانشناسی را در شهرستان هولبوک ادامه داده ایستادیم. در جریان کوشش ما توانستیم از این محدوده آثار فراوان به دست آوریم. قابل ذکر است که آثار کشف کرده ما عبارت از چاه‌های خواجگی داریم و باشد که به تعداد 11 عدد هستند. از داخل چاه‌ها ما آثار گوناگون و مختلف پیدا کرده ایم که عبارتند از سکه ها، آثار آرایشی، اسباب های کاری، آثار معیشی و مثل کوزه ها، کاسه ها، پیاله، آثار شیشه‌ای، سرمدانا. در کنار 259 اثر کشف کرده ما 10 سکه مختلف می باشه که عبارت از سکه های نقرگی و میسی هستند. سکه ها مربوط دوره پیش از اسلامی و دوره اسلامی می باشند. یک عدد سکه کشف کرده ما مربوط دوره کوشانی است که منسوب به عصرهای 4 میلادی می باشه و مربوط به یکی از شاههای متأخر کوشانی کنیشکه سوم است که عصر 4 در بر میگیره. و در پهلوی این سکه های کشف کرده ما مربوط ابتدای عصر میانگی که یکی از آنها سکه نقره‌ای شکسته است و با احتمال زیاد مربوط دوره سامانی ها باشه. بعد از او سکه های ما مربوط دوره غزنوی و همچنین مربوط دوره های تیموری هستند. پیشبری نمونه خوتل قدیم از سال 2023 اینجوریم با تلاش‌های مشترک متخصصان کمیسیای ملی جمهوری تاجیکستان اوید به کارهای یونسکو، وزارت کارهای خارجی و وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان با دستگیری پژوهشگاه بین‌المللی آسیای مرکزی، انستیتوت تاریخ باستانشناسی و مردمشناسی به نام احمد دانش، اکادمی ملی تاجیکستان، آثارخانه ملی باستانی تاجیکستان و مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت ختلان عملی شده است.